باشیم که هیچ گناهی درش اتفاق نیفته، گذشته از این که دستمون پر باشه از درسی که از این جلسات و نکاتی که عزیزان ارائه میدن، انشالله با دست پر از این محفل و مجلس خارج بشیم. خدا رو شاکرم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که محبت کردن و در این جلسه تشریف آوردن. زنده باشید. بفهم خواهش میکنم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم فرارسیدن سال روز امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما رو خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان در خدمت. زنده باشید. خیلی خوش اومدید. خیلی من اول سوال بپرسم. بفرمایید. جای رایپور بپرسم. شما ازدواج کردین؟ یه مرتبه. چرا؟ به قول بنده خدا گفت بار خورد دیگه. گفت بار خورد مجبور شدیم بریم. چند سال پیش؟ چند ساله بودی قربان؟ من یه خورده دیر ازدواج کردم، یعنی انقدر درگیر این کارهای پژوهشی این چیزا بودم یه لحظه به خودم اومدم دارم. پشیمون هستی؟ دیر ازدواج کردی؟ نه، باید زود ازدواج کردم. جان؟ باید زود ازدواج کردم. خب واقعا میگم. پس پشیمونی؟ پشیمونم دیر ازدواج کردم. درسته. زود یکی از محاسن زود ازدواج کردن بگید ما بریم سراغ بحث. اولا اینکه شخصیت‌ها خیلی کامل هنوز شکل نگرفته، امکان تغییر و توافق وجود داره. ما وقتی خیلی سن بگذره دیگه تغییر واقعا سخت میشه. نکته دومش هم اینه که بالاخره ازدواج و تشکیل خانواده یک سری مزایا داره، یک سری برکات داره و مواهبی داره که از اونها آدم زودتر بهره مند میشه. الهش خیلی خوب. حاج آقا جسارت میکنم شما ازدواج کردین آقا؟ بله. سوال حاج آقا. بله. حاج آقا ببخشید. این دست که دوستان دارن میگن برای ازدواج شماست. این دست رو باید کی میزدن؟ چند سال پیش؟ من خواهش می‌کنم آقای احمدزاده تو مسائل خصوصی وارد نشه. شما بالاخره در حریم قم وارد شدید. 30 روز رمضان این مردم قم تحمل کردن. حاج آقا بلذا من میخوام عرض بکنم اگر میخواد شما سالم از قم بیرون برید، ما بالاخره با این قمیا هستیم، ولی شما مهمان ما. ولی نه اجازه بدید من جسارت نکردم. من که نپرسیدم چند بار ازدواج کردی. اونم محضرتون من تو خلوت عرض میکنم خدمت. تو خلوت انشالله عرض میکنم خدمت. آقای احمدزاده شما ادامه بدید، من کاری ندارم. نه میگم با این تهدیدی که حاج آقا فرمودن باید بپرسیم سال چند تا فصل داره. ولی خب حاج آقا واقعا یه نکته‌ای که به نظرم میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم، اگر تصمیم گیر امر ازدواج جناب عالی بود یا آقای رائفی پور بودن یا شاید هر کسی که بالاخره در مملکت کثرتی داره، واقعا 2-3 تا کار مهم فوری که باید انجام بدیم از دیدگاه شما چیه برای امر ازدواج مهم فوری؟ عرض به محضرتون که من میخوام کوتاه عرض بکنم. عزیزم جناب آقای رائفی پور مهمان ما هستن و از سخنان ایشون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اول ما یک کار کوتاه مدت، یکی میان مدت، یکی دراز مدت باید انجام بدیم. در کار کوتاه مدت باید خوف و ترس جوانها از ازدواج و پذیرفتن مسئولیت رو باید این خوف رو از بین ببریم، باور و اعتقاد اونها رو بالا ببریم در این کار کوتاه مدت و امکان داره 3 تا کار رو ما انجام بدیم. یک، بحث تشکیل خانواده، دوم تثبیت خانواده، سوم توسعه خانواده. در حد اقل زمان با برگزاری جلسات بصیرتی و معرفتی، بالا بردن درک به اصطلاح عمومی جامعه و با توجه به اینکه جوانهای ما این فرهیختگی رو دارن و این فهم و درک بالا رو الحمدلله دارن، امکان پذیر هست. کار رسانه کار بسیار مهمیه. فرهیختگان تو حوزه خودشون باید وارد بشن و این کار رو انجام بدن و عرض میکنیم که کل ما مسئولیم و همه ما در این زمینه کوتاهی کردیم. ایجاد رغبت، معرفی زوجهای جوان موفق مثل آقای احمدزاده، اینا رو موفقن و معرفی بکنیم و البته استاد جناب آقای رائفی پور موفق‌تر از همه ما و اگر خاطرات ازدواجشون رو تعریف نکنم من مجبورم تعریف بکنم چون من میدونم ایشون خاطراتی دارن.
من در پاسخ به عزیزم اجازه بدید به همین میزان بسنده بکنم، چون اصلاح دارم از عزیزم جناب آقای رائفی پور بهره ببریم و استفاده بکنیم و انشالله اگر نکته‌ای بود من در خدمت. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همین سوال حضرت علی جواب بدم. هر چی صلاح می‌دونید. اول اینکه من معتقدم تو کشور ما واقعا یه برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که کسی ازدواج نکنه. یعنی تمام شرایط رو یک جوری داریم فراهم می‌کنیم که واقعا زندگی مجردی به سر باشه. یعنی واقعا الان توی ذهن جوانای ما ازدواج واقعا یه کار خیلی سخت و سنگین و وحشتناک در واقع به ذهنشون میرسه. من همین الان قبل از اینکه اینجا برسم مشرف شده بودم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. در واقع یکی از دانشجوهای من می‌خواست ازدواج بکنه، اومدن تو حرم. ما که دیگه متوجه شدیم اینجا برنامه داریم، هماهنگ کردیم حالا اونجا مراسم داشتم. من واقعا شاید بگم لذت بردم از ازدواج اینا و زندگی اینا، شروع زندگیشون. شاید بگم واقعا با یه حلقه 1-2 میلیون تومانی کارشون رو شروع کردن، زندگیشون رو شروع کردن توی سن پایین که هنوز دانشجوان. همسرشون که اصلا هنوز دانشجو هم نشد، یعنی پیش دانشگاهیه. خب ما خودمون داریم کار سخت میکنیم. ما یه نقد کوچیک با حفظ خطوط قرمز سازمان محترم صدا و سیما، اونم این که شما یه سریال به من نشون بدید که تو این سریال یه جوونی یه فرهنگ سازی کرده باشه که بخواد ازدواج بکنه. همه سریال‌ها که نشون میدن شما یه برآورد میکنی از زندگی این زوج جوان، حداقل باید یه 500-600 میلیون تومان پول داشته باشه. یعنی یه خونه یه جایی نسبتاً متوسط به بالای شهر، یه ماشین حداقل 200 میلیونی زیر پاشونه، 100 میلیون 150 میلیون وسایل توی اون خونه است. عملاً یعنی این که بترسید و به سمت ازدواج نرید. ما واقعاً باید این رو بفهمیم که در اسلام برخلاف جامعه شناسی غرب ما فرد و اجتماع نداریم، ما فرد، خانواده و اجتماع داریم. مهمترین تشکل اسلامی خانواده است. ما جای یه شبکه مثل شبکه خانواده رو واقعا تو صدا سیمامون احساس میکنیم. خب این که ما برای ورزش شبکه داریم، برای مستند شبکه داریم، نمیدونم برای تمام موضوعات، برای اینترتینمنت، برای تفریح شبکه تخصصی داریم، ساعت‌ها برنامه داریم. رو دیگه 2-3 تا فیلسوف میشینن میان راجع به فلسفه صحبت میکنن که از قضا خیلی هم مبتلا به جمعیت نیست و خیلی هم کار راه انداز مردم نیست. عرض نمی‌کنم اونها نباید باشه، نه اینا باید باشه. سریال جدا داریم، فیلم جدا داریم، بر هر کدوم از اینا یه شبکه داریم. خب اما چرا جای یه همچین شبکه‌های خالی نیستش؟ نکته دیگه این که باید مسئولین ما به جد، ما واقعا به دنبال یه بسیج ازدواج باشیم. یعنی همه بیان پاکار، از حوزه‌های علمیه گرفته دانشگاه‌ها، تمام مسئولین بیان پای کار. بیاین واقعا یه بسیج ازدواج، یعنی که همه مثل چطور زمان جنگ همه اومده بودن پاکار. تا اون کسی که توی خونش اقلامی رو آماده می‌کرد می‌فرستاد برای جبهه، خب تا اون کسی که فلان وزارتخونه باید یک بخشی از مسئولیت رو بر عهده می‌گیره. اینجا واقعا همه باید بیان پای کار تا ازدواج درست شکل بگیره. یه مثال ساده من خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. ما اگر نزدیک 600,000 تا ازدواج سالانه داریم، اگر به هر زوج 50 میلیون هم بدیم میشه سال 30,000 میلیارد تومان. فقط برای اینکه بفهمید چه رقمی کوچیکیه این در کنار مواهبی که نصیب ما خواهد کرد. فقط بابت واردات گوشت ما نزدیک 11-12 هزار میلیارد تومان پول دادیم تو یک سال. خب ببینید اینجا دو تا انسان میخوان با هم برسن، آرامش پیدا میکنن. حالا این باید فکر بشه، تدبیر بشه. من یه مثال ساده میزنم، بارها هم تو سخنرانیام عرض کردم. فرض کنید ما وام خرید جهیزیه ایرانی به خانواده دختر بدیم. اگه کسی دوست نداره بگیره نگیره، سلمنا. اما اون کسی که گرفت حتما با اون وام 50 میلیون تومانی که مثلا در اختیار خانواده دختر قرار داده شده بتونه جهیزیه کالای ایرانی بخره. با این کار کارخونه‌ها رونق میگیرن. در واقع چه کسی تو اون کارخونه داره کار میکنه؟ چه بسا همین داماد. ببینید اینجوری شغل به وجود میاد، اینجوری کار پیش میره. این که ما بسپاریم به خودشون. حالا ما یک سالی هم برسه، من امروز متوجه شدم که یک درخواستی صورت گرفته که مثلا امروز هیچ طلاقی ثبت نشه. خب این کار نمادین قشنگه ها، من موافقم به لحاظ نمادین، اما باید خب یه بیسی هم باشه. حالا امروز طلاق نمیگیرن فردا طلاق میگیرن، ماجرا که حل نشده که. خب باید ریشه‌ای فکر بشه و این باید مطالبه صورت بگیره. من درخواستم از همه عزیزانی که صدای این حقیر سراپا تقصیر رو میشنون اینه که امسال هنگام انتخابات و مجلس واقعا اینجور چیزها رو مطالبه کنید. اگر مجردید و ازدواج نکرده
بخواید نمایندگانی برن توی مجلس قرار بگیرن که بتونن قوانین تصویب کنن که ازدواج شما تسهیل بشه. اگر متأهلید و پدر مادرید نگران بچه‌هاتون باشید. در هر حالت به نظرم ما خودمون باید مطالبه کنیم. چیزی که ما مطالبه نکنیم خیلی از این آقایون بابتش پاسخی نخواهند داد. اگر تذکر از این مورد داشته باشن خیلی بهتره. بیننده‌هایی که الان دارن ما رو میبینن از عزیزان قم و خوبان شبکه افق و اگر در محفلمون هستن، من حالا در حد بضاعتم سالها روی قضیه ازدواج کار کردم، رو بحث مهریه کار کردم و من چیزایی که صد معبر و این کار بود. جسارتاً عرض میکنم که اینها، این جوانها هیچ مشکلی ندارن، اصلا مشکل نداره، اصلا اینا نمیدونن که پاتختی چیه، نمیدونن مهریه چیه، اون چیه، این چیه. معمولا مشکلات رو ماها درست دارم. منی که پسر دارم، منی که زیر بار مهریه فلان نمیرم، منی یه بیم ها و ترس ها و دنیاهایی برای خودم ترسیم کردم که اونو میخوام برای بچم پیاده بکنم و مشکلاتی اونو دارن. چون بزرگترها که میشینن سر مثلا مهریه با هم چونه میزنن یا سر جهیزیه، و دختر که اصلا نمیدونه جهیزیه چیه، پدر مادره میره میگیره. من خودم مثلا مستندهای زیادی درست کردم آقای رایفی پور، مثلا رفتم اونجا به سیسمونی فروشه، چون الان سیسمونی داره یه جایی میره که خدا میدونه ناکجا آباد داره میره. اینا من مستند گرفتم و واقعا داره به جای وحشتناک و این مانع میشه برای پدر مادرها. داره جهیزی به جایی میره که دیگه آرزوی خیلی. من خودم یادمه خاطراتم مگه بگم، ما اولین چیزی که برای خود زندگیمون خریدیم 30 و چند سال پیش، اینقدر ذوق کردیم که من شاید الان اقراق نمی‌کنم تا 2-3 سال پیش داشتمش. چی بود؟ جان مثلا فرض کن یه دست استحکام نه مثلا بود. فرض نه چی بود؟ جان حاجی ها خلوت دارن به جنت تبدیل میکنن، عیبی نداره. اینو جدا ندونم. من یادم که ما آقای احمد چی بود؟ چشم حاجی ها اصلی بخوان یک سینی بود، یک سینی، یه سینی بود خیلی قشنگی بود. ما رفتیم حتی مغازه‌اش من یادم کجا بود. اینقدر اینو چون عشقم این بود که اینو من با پول خودم خریدم، از حقوق خودم خریدم. یا اولین باری که مثلا این خیلی لذت داره، ولی الان پدر مادر دارن جایی میکنه آقای رایپور که دیگه پدر عروس‌دوماد واقعا دارم میگم تا 3 سال اصلا هیچ نیاز به خرید ندارن. نه اصلا لازمشون نشه. خیلی از اونها اصلا فکر کنم خمس بهش واجب بشه واقعا. آره 4 سال 5 سال میگذره جایزه. من واقعا اینجا یه نگرانی دارم. پدر مادر رو کار بکنید. بله یه نگرانی جدی دارم. یه چیزی باب شده که نمیدونم جایزه درست میکنم، بعد همه هم دعوت میکنم بیاید این جایزه رو نگاه کنید. حالا یه نفر شاید واقعا وسعش نمیرسید. شما زندگی تو جوری داری شروع میکنی که یه آهی پشت سر زندگیت باشه. من چند وقت پیش این شبکه‌های اجتماعی یه تصویری دیدم، اینا خونه عروسو که آماده میکنن دیگه کارایی هم میکنن دیگه، مثلا تو یخچال دیگه مثلا نمیدونم تزیین میکنن. توالت فرنگی رو برداشتن تزیین کردن، تو ژله ریخته بودن، توت فرنگی گذاشته بودن توش. خب من اونم به صرف چیزی بوده. خب این اگه باب بشه، این اگه فرهنگ بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. آره اینا خیلی مهمه. اینا بدعته. اگه شکل گرفت دیگه نمیشه کارش کرد. خیلی داره خودی به جای میرسی. یا مثلا این فیلم برداری جدیدن میرن با بالون. آره داری عروس دوماد میرن تو